ملت ایران را برای تغییر رژیم آخوندی انکار کنند. اما مقاومت شما با سربلندی تمام این حق را به کرسی نشاند. دیدید که وزارت خارجه 600 روز قانون شکنی کرد و عدالت را زیر پا گذاشت. دیدید که دولت آقای اوباما صریحاً به دادگاه میگفت که در این موضوع دخالت نکنند. میگفتند در 200 سال اخیر هیچ دادگاهی علیه تصمیمات مربوط به امنیت ملی و سیاست خارجی حکم صادر نکرده است. اما جنبشی که تمام هستی خود را فدای آزادی و رهایی ملتش کرده، در دل تاریکترین تاریکی ها روشنایی حقیقت و عدالت را فروزان کرد. گفته بودم که حقوق ملت ایران را حتی اگر در کام اژدها هم پنهان کنید آن را بیرون خواهیم کشید. حالا ما نیامده ایم که این نامگذاری و این سیاست شرم‌آور را نکوهش کنیم. ما آمده ایم بگوییم که این سیاست باید از بیخ و بن برکنده شود. مگر شما نبودید که برای توجیه این برچسب انواع جعلیات وزارت اطلاعات آخوندها علیه مجاهدین را به خورد برخی رسانه‌های آمریکا دادید؟ مگر نبود که مقام‌های ناشناس یا شناس با نام یا بینام شما پی در پی دعاوی کذب علیه مجاهدین عنوان می‌کردند؟ مگر در محضر قضاییه و عدالت آمریکا به این دروغ متوسل نشدید که گویا اشرف هنوز به طور کامل بازرسی نشده است؟ حالا نوبت ماست که بپرسیم آیا این اکاذیب چه مصرفی جز زمین سازی برای کشتار اشرفی ها دارد؟ و کدام قانون یا کدام اصل اخلاقی و انسانی به شما این مجوز را داده است که حذف نام مجاهدین از لیست را به خالی شدن اشرف موکول کنید؟ در فرهنگ مغرب زمین این گفته مشهوری است که قوانین تورات دست آدمی را از ارتکاب خطا می‌بندد و قوانین انجیل فکر و نیت او را. حال این چه دین و آیینی است که بر این گونه وزارتخانه‌ها حاکم است که هم دستشان و هم فکر و نیتشان را برای قانون شکنی و توسل به جعل و افترا باز می‌بینند؟ اگر نبود نمایندگان کنگره و سنا و شخصیت‌های بلند مرتبه‌ای که از میان زمامداران پیشین ایالات متحده به حمایت از مردم و مقاومت ایران و اشرفی‌ها برخاسته‌اند، از سیاست 33 سال اخیر آمریکا با ملاها جز ننگ مماشات چه باقی می‌ماند؟ بله، بی‌نظیرترین ائتلاف فراحزبی و دو حزبی که سیاست رسمی را به چالش کشیده
و شرافتمندانه و شجاعانه از حسب این نامگذاری و از اشرفی ها دفاع می کند، بله، ما آمریکا را به آنها یعنی به شما می شناسیم. درود بر همه شما.